درسته. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. سلام علیکم دوستان، بیننده ها و تماشابینان عزیزی شبکه شهنام. امروز جمعیت تبریکاتی شهنام در طربخانه ورسال برای تبریک کردن جشن زادروزی صفیه آیتی و همچنان سبینه بانو آمدیم و امروز دختر نازنین خانواده جورابگکه، البته جسمینه بانو به خاندان پدری مهمان آمده ایستادند. چیلا گریزان میگویند در عرفیت سمرقند و این لحظه های خرسندی خوشبختی رو همراه شما با هم ببینیم. امروز تبریکات از نام پدری خاندان، از نام جورابگکه شده ایستاده است و میخواهیم این لحظه های پر از احساسات و پر از تاریخ را همراه شما عزیزان با هم بینیم. با آغاز کردیم، رفتیم. همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است، همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است. همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است. السلام علیکم زنبانوان عزیز، پدران، مادران، مهمانان عالی قدر. السلام علیکم به همه شمایان و این طرفخانه زیبای ورسال و امروزه جشن زادروزی صفیه آیتی، سبینه بانو و البته در عرفیت سمرقند میگویند چیلگریزانی جسمینه بانو. خوش آمدیدتان. برای ما صاحب جشن ها لازم هستند، البته صفیه آیتی، سبینه بانو و همچنان جسمینه بانو را همراه مادر جانشان با قرصکای شمایان و نزدمان دعوت میکنیم. مرحبا. صفیه آیتی زادروز مبارک باشد. روز تولد را، امروز مولود خجسته را، میلاد عمر را، سالگرد عمر را مبارک باد میگویم. سورپریز شد می و گفتن می اندامی که تبریک میکرده گوایم. سورپریز شد. چی فکر میکنیم اندامی که آمدگی باشه؟ بیل با کی آمد یکم؟ اخی داشت به تو گریافتن. از نام خجای نشان، از نام جورابگکه ترسک میزنه و بعد از نام جورابگکه را نیست تکلیف میکنه به جورابگکه. امروز صفیه آیتی جورابگکه که صحبت کردیم، تلفن کردن گفتن که امروز خاندانمون بیرم بالای بیرم. اولینش مرا صاحب این کل فرزندها کردگی انسان. ما یک جایه پستی و بلندی های زندگی با یک جای صبر کرده به این درجه ها رسیدیم. خدا با شکر که ما صاحب دو کلیدی در جنت، دو دختر و یک پسر شده و امروز همه بیرم یک جای شده ایستاده است. در روز زادروزی مادر جانشان سبینه بانو به دنیا آمدند
و از نام من از نام فرزندی عزیزمان کمال جان هم تبریک گوید. صفیایتی زادروزتان مبارک باشد. همیشه در سری فرزندان سایبان شده گردید. امروز دختری نازنین جسمین بانو و خاندان پدرشان و خاندان داداجان بیجان یکم مراتب مهمان شده آمیزند. خدا کند که فقط خوشبخت باشند و در سری شمایان سایبان شده گردید. در سری فرزندان دعاگوی سری فرزندان شده گردید. جناب اگه صحبت کردیم گفتیم جناب اگه چی گفتن تبریک کنم؟ گفتن که اگر این چرخ فلک است باز ما دنیا ما بیاییم، اگر من امریکا باید یک دولت هندوستان با دنیا ما بیان، اگر من کافته رفته ارامجا با خواستگار شدم میروم و باز ارمی کسا من ارمی شخصیت باز و خودم همچون همسر انتخاب میکنم. جسمین بانو مرحمت به نزد پدر مادر نزدیکتر میستیم. کمال جان به شما میاد شما. امروز صفیایتی از نام جناب اگه برایتان میگویم اگر هم جدیدی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس، به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد برکس. اگر من جوانی این دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس، به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز حضور میپرسه تکنیک ناسازی. صفیایتی امروز روزی خرسندی شماست. خدا کند که دخترک نازنین و خاندان بختشان همراهی داماد خوش پیش شود. جناب اگه مانند شما مانند صفیایتی یک عائله خوشبخت را برپا کنند، صاحب یکچند فرزندهای صالح و صالحه گردند و از سال آینده صفیایتی جناب اگه در کویچه ها و پس کویچه های سمرقند دیدگی من بابا شدم، من آنجان شدم گفته سوانچی ها گفتن نصیب کنند. امروز از نام جناب اگه از نام صفیایتی برای جسمین بانو میگویم دخترم بختم زرم باد و پرم، معنی عمرم سمایم اخترم، با لب خندان و چشم اشکبار میروی امروز ز درگاه و درم. یاد دارم کودکیت آن زمان دستی من بگرفته تازان می شدی، لیک از من دور فتاده ناگهان بر زمین افتاده گریان می شدی. دخترم لایق به همسر گشته ای، در بهشت عشق دلبر گشته ای، شکر میگویم ز درگاه خدا قطره از حوض کوثر گشته ای. صفیایتی با این عائله خوشبخت شمایان هیچ وقت چشم نرسد. مانند خودتان یک گل عروس نصیب کند که پاشا در خدمت شما در خدمت جناب اگه باشد و خاندانتان پر از نبیره شود. با این عائله خوشبختی شما با این عائله خوش شقشق شمایان هیچ وقت چشم نرسد و در روزهای بهترین زندگی شمایان را تبریک گوییم. صفیایتی بانو زادروزتان مبارک باشد. روز تولد را امروز روز خرسندی را مبارک باد میگویم. از نام دادا جانتان از نام وی جانتان از نام آیتی جان اکا جان تبریک میگویم. مکتب‌های باباهای اعلی ختم کنید، معلمه پیش قدم شوید، ورد شوید، دکتر شوید، دوزنده شوید. یک کسب از عهده‌اش برایت که شما همون کسب نقض میدید، این کسبتان از عهده‌اش برایت. دادان بیجان شما بسیار نقض میبینند. شما گفتم با شما کنجه خاندان ارکه خاندان هستید. انا همین های دعای نکشان گفته سر شما با اینها دعا گوشته کردن. میگویند چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا در دل و در دیده باشی، چو جامعه عاقل و فرخنده باشی. امروز روز خرسندی برای همه شمایان مبارکباد میگویم. حاضر باشد از نام کمال جان در اینجا یک تا گل ها هست و افتخار مادر جانشان کمال جان خودشان تقدیم میکنند. بذارید کمال جان یک تا گل را برای مادر جان ما یک تاش را باشد برای صفیایتی بانو تقدیم میکنیم و فرسک های مهمانان مرحبا. صفیایتی چند سال شد تویش نگاهتان بود؟ هر 20 سالگی توی در همین مناسبت 20 سالگی توی از نام جناب اگه در اینجا یک انگشترین طلا برای شما است با فرسک های مهمانان خودشان تقدیم میکنن میگذارن. مرحبا انگشترین طلا را تقدیم میکنیم. مبارک باشد.
همچنان برای امروزه جاسمین بانو برای دختر خاندان که به خاندان پدر مهمان شده ایستاده است، البته پدر جانشان خودشان تقدیم میکنند. مرحبا. برای کلیت در جنت دختر نازنینشان اعظم جرابگت اعظم صفیایتی. مرحبا. و همچنان برای سبین بانو اعظم پدرجانش برای ارکه خاندانشان. مرحبا. گردنمانه طلا و رمت مبارک باشد. زاد روز مبارک. روز خورسندی را مبارک باد بگید. و در این لحظه ها امروز روز خورسندی است. می‌خواستیم تا تیار کردن تارت ها سخن‌های تبریکاتی را شنویم. بعد یک عائله کلان شده، یک عائله شیرین شده تارت را می‌بریم و از آن تناول می‌کنیم. مرحبا. جناب که خودتان آغاز می‌کنه. مرحبا. Mana emriz jufta olam edik. 19 سال شده است یک جای خوش بشنیم. من هم minnatdor من سه فرزند شیرین و شکرهای من به دنیا آورده بود. برای همین minnatdor. تشکر. سلامت باشد. مرحبا. خلاجانت رو تبریک کنیم. السلام علیکم مهمونی عزیز. خداهای مهربان، خوش آمدید به درگاهی دختری مهربانم، پسری عزیزم. اولین بار امروزه روزی چلگریزانی نبیرم. با این دخترچه مهان، بخت سفید، خوشی های زندگی، خوشبختی، داماد کتی قش پیر شده، الهی کم از خودشان زیاد شده، جایی که رفتگش بر اونی اوسی کند، بخت و دولت یارش شود، همه وقت خدمتی بی جان و ددجان شده، خدمت کند و رحمت بیارد مهان بر. همه کتان خوش آمدیتون. من امروز دختری نازنینی من روزی تولدش شده ایستاده است. دختری مهربانم، مهری تو در دل و جانم، از تو مهرم زیاد نیست، برای تو جانم قربانم. دختر جانم الهیم 100 ساله شم، جربه کتی قش پیر شم، حضوری بچه کاتبی تگی نبره ایوره کابه مونده، حاجی اونه او حاجی بابا شویتو. من امروز سبینه چی بهون امروز روزی تولدش مچلتایش بود می نمیدونم و الهیم بچه 100 ساله شود، کلان دختر شود، چی کسب هنر خودش معقول کند، همون به در اومده از پشت همین مهم فخرانی کرده گردیم بچه کم الهی 100 ساله شد. انمی اویدید بری که لینچه که خوش رو شده هزار لیکاتا آنها بینیم. خوش آمدیتون، سلامت باشیتون. نوبت من کدو خدا بمیتیم. السلام علیکم. خوش آمدیدون مهمونکای عزیز. نور دیده تاج سر میبردارم. من امروز دولت درجدنشون صادر زندگی تبریک میکنم. پیش پیر شد و چینیت تگوشید نیتتون برسید. تگی نبره بمونه. این تو استتون جسمی وقت روی کلام بدارم این شود شما به خدمت رحمت. خالاجانی عزیز، روزی خورسندی نبیره ها امروزه زاد روزی کیلین پاشا مبارک باشد. مرحمت. خوش آمدیتون. من کیلیم امروز روزی تولد
همشون که تبریک میکنم. اما با اکثریمون به سری بچه شما سوق سلامت کردم و هم برای اون نشوند اون نکرام شوند. وقت من بیبریم هم رفته جاش و سنگ شود کنی کند بسی کند. من یک گل فرزندای نغز خدا تیاب کدوموی اهیلی مهربان شویم هم مردم شوند. تشکر میگویم. خب خدا حاضر یک فکر بهترین گفتن که برای سبینه بانو مچلتوی است. خدا خواهد سال آینده مچلتوی سبینه بانو کلان شده گذرد این رستوران های کلان بیو باز چیلگریزانی نبیره شود. روزهای خورسندی در این خاندان بسیار شود و دو آنجان آن کلان شده در سر گوهره نشسته. یک نه دو گوهره کلان برداشته خاندان خداخوالا برفته باز گوهره بندان ها شود. روزهای بهترین مبارک باشد برای شمایان. از باشد شیرینی داریم همه ما نیت کرده با یک نیت های نیک یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم بعد از آن نوبت را برعکس میدهیم میرقصیم خورسندی میکنیم. مرحمت همه ما یک جای شیرینی را میبریم. مرحمت. Далее, Сабинабону Якджия. Мархаба. Каналы Дютиан Альшериса. مرحبا در جای سرودهای شیخ می شود میرسیم فرصتی بگیریم. زادروز مبارک. مرحبا.
جون جیگر جون دل منو مرا جون عزیز جون جیگر جون دل منو مرا جون لبی جوی اومدی دستات شستی لبی جوی اومدی دستات شستی آمد دادی اومد پوشتی عزیز جون جیگر جون دل منو مرا جون عزیز جون جیگر جون دل منو مرا جون